اونی که به ما میفرماید نماز بخونین، اگر حقیقت نماز رو بفهمیم، اون نیاز به نماز ما داره؟ نه. ولی بناست با این نماز خوندن یه چیزی گیر خودت بیان، میخواد شما رو رشد بده، شما رو پرورش معنوی بده. اگر اینجوری به نماز نگاه بکنیم دیگه نیاز نیست ما رو هی تذکر بدن پاشو نماز، پاشو دیر شد، پاشو نزدیک آفتاب شد. نیازی به این کارا نیست. اگر بفهمم نماز یعنی چه بخوانیم چه نخوانیم برای اون که مهم نیست، بناس شما رشد پیدا بکنی، شما پرورش پیدا بکنی. ولذا میگن نماز بخونی، برای پیشرفت خود شماست، برای تعالی خود شماست. هیچ وقت کسی به ما میگه آقا بخور این غذا بخور، نه، ما خودمون میخوریم چون نیازمونه. آیا نماز رو نیاز خودمون احساس میکنیم؟ اون نمازی که ظاهری داره و باطنی داره، اون نمازی که یه وقتی باید راجع به کلمه صلات صحبت بشه که صلات یعنی چی. این که امام حسین علیه السلام فرمودن من به نماز عشق میورزم یعنی چی؟ حقیقتش چیه؟ فرمود قال مولانا و سیدنا امیر المؤمنین انا صلات المؤمن. اون نماز منم. این باطنشه. نماز یعنی ولایت. ظاهرش اینو باید رعایت بکنید تا به باطن برسی. اشتباهی که غالبا در ذهن هست که آقا نه انجام بده نمازم حالا اتفاقا از پوسته باید به مغز برسی. این نماز من و شما رو میرسونه به حقیقت نماز که ولایت مولا باشه. فصل لربک. پیغمبرم باید نماز بخونه، یعنی اقامه ولایت بکنه، ولی ظاهر اینه. اون وقت به ما میگن آقا جان نماز که میخوای بخونی جوری نماز بخون که گویا آخرین نماز شماست. هممون بلدیم. حالا یه جمله بگم که بالاخره هر حرفی رو باید برای اهلش گفت دیگه. اینجوری بگم که اونجا بیفته. یعنی چی وقتی میخوای نماز بخونی جوری بخون که گویا آخرین نمازته؟ عین این که آقا بهت بگن امشب که اومدی روضه حضرت ام البنین سلام الله علیها، فرض کن آخرین مجلس روضته، آخرین جلسه ای که اجازه میدن برای حسین فاطمه اشک بریزی، و چجوری گریه میکنی؟ چجوری سینه میزنی؟ آخریش دیگه تمام، یالا دفترچه بناس بسته بشه. چجوری عزاداری میکنی؟ نه خسته میشی، نه میگی دیر شد، نه وقتش، هر جوری بتونی، چون هر چه قطرات اشکت بیشتر بیاد بیشتر بهت میدن. آخریش دیگه دارن جمعش میکنن. به شما بچه هیئتی بگن آخرین مجلس روضته، چجوری میایی؟ حالا نمازم اینجوری باشیم. اون وقت دیگه نیاز نیست ای ما را تحریج کنن پس پاشو نماز دیر شد. حقیقت نماز رو نفهمید. گاهی یک پدری مثلا فرزند کوچکی داره پول میده دستش، میگه بنداز تو صندوق صدقه. خب این خودش میتونه بندازه ولی میخواد اینو تربیتش بکنه.
کنار ذریح مطهره، پول میده دست بچهش میگه بنداز تو ذریح تا این رشد پیدا کنه اینجوری.